کسی نقل میکرد که فردی بیمار بود در کرج، مشکل تنفس داشت و نوع بیماری که مبتلا شده بود نیازمند این بود که عمل جراحی انجام بده و این عمل جراحی فقط و انحصاراً در یک بیمارستان در فرانسه در اون مقطع انجام می شده و چون جزء بیماری های نادر بوده به گونه ای بوده که شما وقتی که در نوبت قرار می گرفتید برای عمل جراحی باید مثلا 2 سال 3 سال در نوبت باشی تا فرصت بکنی بری اونجا. عنایت بهش بکنید. و این آدم در طول این مدت فقط باید با کپسول اکسیژن زندگی کنه تا نوبتش بشه بره عمل جراحی انجام بده، اونم با هزینه فوق العاده بالا که یه روزی این بنده خدا حساب میکرد میگفت اگه مثلا 10 سال شما حقوق کارمندی بگیری جمع کنی میشه پول یه عمل جراحی این آدم. همه این مرارت، اون کپسول اکسیژنه، این پوله، این درآمدی که از محل کار و زحمت کشیدن صبح تا شب جمع بکنی بده به یک بیمارستان که تو رو خوب بکنه که چی بشه؟ همین نفس راحت بکش، نفسی که من و شما داریم بکشیم، برسه به همین که ما الان داریم، همین که ما الان داریم. ولی بی‌وفاییم، نمیبینیم. اینا نمیبینیم، نداشته ها رو میبینیم، نق میزنیم، نق زدن های عجیب و عدید. خداوند در قرآن میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. خیلی از بندگان من هستن که فقط شاکرن، کمی از بندگان، اکثرا لایق اهل شکرگزاری نیستن، بی وفان، بی معرفتن. این همه لطف خدا و این همه داده ها رو به ما میده نمیبینیم. نقل میکنن که یه مردی خیلی نق میزد، خیلی ناسپاس بود. یه شب خوابید، تو خوابش رفت تو آسمونا، دید که فرشتگان و ملائک هستن، تقسیم بندی شده این ادارات ما، یه قسمت ارسال، یه قسمت نمیدونم ثبت، یه قسمت دبیرخونه است، یه قسمت کجا. دید یه سری ملائک خیلی زیاد مشغولن و متراکم پرحجم، اصلا وقت سرخاروندن ندارن. گفتن شما، گفت کار شما چیه؟ گفت چی؟ ما بخش دریافتیم. گفت چی؟ گفت بندگان خدا هر چی که درخواست میکنن میاد اینجا اول پیش ما اینا دریافت میکنیم، ثبت میکنیم که رسید. همه این دعاها، همه این آرزوها، همه این که خدا اینو بده اینو نده. یه جای دیگه دید یه سری ملائک هستن، اینا سرشون خیلی شلوغ‌تره، حسابی اصلا دیگه مثلا اون اگه رسید به این جواب بده این دیگه از فرصت این حرفا رو نداشت. گفت شما کارتون چیه؟ گفت وقت نداریم. گفت کارتون چیه؟ گفت ما کارمون ارساله، تمام نعمت‌های خدا رو اینجا ارسال میکنیم به بندگان. یه جای دیگه است یه دونه ملک نشسته تک و تنها بیکار. گفت تو کارت چیه؟ گفت من مسئول تایید دریافت لطف خدا. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی این که بنده ها یه درخواست خدا میکنن، اون قسمت درخواست دریافت میشه، این قسمت سریع پرداخت میشه، ارسال میشه به بندگان، ما منتظریم تایید شه، بندگان تایید کنن، کسی تایید نمیکنه. گفت یعنی چی جوری تایید؟ گفت چی بگه خدا شکر ما ثبت کن. همین که دریافت میکنه تموم شد. تمثیل قشنگی بود. همین که دریافت میکنه رفت، اصلا یادمون نیست. این شعر خیلی وقت من خوندم ولی خیلی برام معنی داره. میگه نمیدانم چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد. به وقت عیش و عشرت سر دهد آوای بدمستی، به وقت تنگ دستی زاهد و دیندار میگردد. وقتی خوش و خرمیم کاری به خدا نداریم، شست روشن فکری میگیریم، ژیگول میشیم، موزه میگیریم، کی گفته خدا هست، کی گفته فلان هست، کی گفته چه هست، فلان اندیشمند اینو گفته، غرب اینو میگه، شرق اینو میگه، اون یکی اینو میگه، اون یکی. هی یه جوری میخوایم بگیم که آقا خدا یه طرف، منم یه طرف. اصلا خدا کیه؟ دندون دردی که گرفتیم میفهمیم اوضاع چه خبره. تمام داشتهامون رو میدونیم خدا یا تو رو خدا. من بنده خوبت میشم، من این کارو میکنم، به خدا دیگه نه، به خودت قسم نماز میخونم، به خودت قسم حجابم دیگه سرم میکنم، میدونم گرفتاری هم مال خودمه، تو یه بار دیگه به من لطف کن. و باز خدا لطف میکنه و باز خدا لطف میکنه. همچین که کار ما گذشت رهاش میکنه. خیلی بی‌وفاییم.